سلام علیکم بینندگان ارجمند تماشابینان بینهایت گرامی این برنامه قصه های مردم کوهستان از این مکان لاله های سرخ دهه به نام بابا ناصر دهات سرچشمه ناحیه شمس‌الدین شاهین بخشیده شده است. رفتیم. در دهات سرچشمه بالاتر از دهه سرچشمه این موضع را دشت ایشان نام میبرند. بعد سالهای 90 عصر گذشته و کوچانیدن اهالی از موضع‌های خطرناک به اینجا با بنیاد منزل‌های نوی استقامتی این دهه نو با نام بابا ناصر بنیاد گردید. در دهه به نام بابا ناصر انا این خانه‌های زیبا در یک قطار معین ترتیب معین قطع ساخته شدگی زیبا زمانوی هیچ خیل خانه‌ها این بیناهایی که حاضر شما دیده ایستاده اید اینها در جماعت دهات سرچشمه از بس که در تمام کره زمین حاضر اقلیم گرم شده ایستاده است در نتیجه آبشوی پیریخ‌ها خب سیل‌های گوناگون میآیند در سال‌های گوناگون مثلا سال 2010 در همین جماعت دهات سرچشمه با 13 خانه خوجگی ضرر سختی مادی و جانی رسید. از جمله 6 نفر آدمان رو سیل با کام خود کشیده بود. یعنی این خانه های همون نفری هست که بله تاثیر یافته به سیل. این سال 2010 با اقدام و فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت امام علی رحمان با 13 نفر خوجگی و خانه های حاضر زمان با تمام تجهیزاتش ساخته داده شدند. از آن جمله شما هم نصیب شدید. بله من هم یکی از همین ضرر دیدگان آفت‌های طبیعی سال 2010 می باشم که در همون وقت شهر کلاب هم نهایت ضرر سختی مادی و جانی دیده بود. سنت قربان و همدیگانش درباره بابا ناصر قصه های زیادی شنیدند. میگویند که بابا ناصر شخصیت است در برقرارسازی ساخت کلخوزی و رشد و آبادی سرچشمه سهم کلان دارد. لیکن بابا ناصر را از نزدیک ندیدند. ما به سراغ نفری رفتیم که همراه بابا ناصر کار کرده است. صحبت من کریموف قاسم یکی از شخصیت های معروف منطقه کلاب همین خیلی بگو ما. بله نفری که همراه بابا ناصر کار کرده گیان. بله 4 بار پرزیدنت خیمه وا خوردگیم. شما ده یک سوال همین بابا ناصر همین برای چی همین یک قشلاق به نام بابا ناصر موند؟ برای که سالهای دراز رئیس حکومت کار میکرد. در کجا؟ در همین چی مسکو شوراباد ده. در شوراباد بابا. خدمت بابا ناصر از شما بگیم. خدمت خیلی رئیس اسپالکام بود رئیس حکومت بود تمام دیگه چی خیلی آدم بود خیلی سوادنام نبود لیکن تشکیلاتچی بود کردان بود از همه حساب سالهای دراز کار کرد برنامه‌اش ماندن. در دوره بابا ناصر چی خیلی کار پیش میرفت؟ کار ساز در همون در رایون شوراباد از یک پخت اسواری در جای یکم بود. در شوراباد پخته می‌کردن در سرچشمه. در جلگه و بورک در پخته بود. این پخته بسیار نبود لیکن جای یکم میگرفت. در جمهوری. یک سه تا نام اسپار خودش یکم جا میگرفت. شما 91 دادر اومدین؟ ما 91 دادر اومدیم. آبا میگم با تکرار هم شود که خداوند صد همه خیلی بقوت برین. یک دعای شما. دعای ما همین که پروردگار شما رو تن صحت تا دلی به غم عمری دراز ساموسا هیچ وقت غم نبینید دست کم نبینید همه خوشی‌هایی که پروردگار برای بنده های مؤمن آفریده با اهل و عائلتون نصیبتون کنه چی آرزو و هوسی که در کار و در زندگی دارین پروردگار و همه آرزو و هوستون برسونتون. سلامت باشید. اکنون باز میگردیم به دهه بابا ناصر. در این پهلوی ویدیو فیلم اوید وضع تامینات اجتماعی ساکنان قصه میکنیم. اول از باب آب نوشاکی. در 4 طرف دهه ظرف‌های گنجایششان کلان آب نوشاکی را ما دیدیم. فهمیدیم که توسط این ظرف‌ها دهه با آب نوشاکی تامین میگردد. همصحبت من بابای امکی بازارعلی چند خوجگی زندگی میکنه در دهه.
در دهه ما جزء از 150 خودی زندگی میکنم. عمر بسر سر میبرند. میبرند زندگی کنم. شما هم رئیس محله؟ ما هم رئیس اساسیاسیون او. اساسیاسیون تامیکنگی آب نوشاکی. مسئله آب نوشاکی ده چخیلی؟ در حوزه آب نوشاکی ده خوب بهتر است. آب تازه، جهت اکولوژی تازه خوب. از کجا آب میارین؟ ما از دهه سرچشمه ما طریق پایگاه‌های آبکشی مردم با تامین میکنیم. اینجا از سر چشمه چند کیلومتر دوره اینجا چقدر تامین میکنین؟ سر چشمه پایانه؟ سرچشمه پایان پایگاه آبکشی. تامین میکنیم. چند تا ظرفای آبگیری اینجا؟ ظرفای آبگیری از 7 داریم. 7 چند تا نوان؟ 25 تا. در قشلاق چند نقطه آب نوشاکی تامین است کنو؟ در قشلاق آز دروازه جدا از 100 خودی با آب نوشاکی در خونه‌شون قطعی. آب دارن در خونه‌شون. یعنی دیگه مشکلات آب نوشاکی در قشلاق نیست. در روزی مشکلات نیست. کم کم همین خواهد نارسایی سویت میشون برخ اگه مرتشوا. خیلی تامین اگه مر میشه. اگه باید اگه مرزنیم اگه سواد. دیگه وضعیت خوب است. راه‌های بین کوچه‌های دهه پهن و وسیع بوده زیاده از 3 کیلومتر درازی دارند. اینجا سرمعمار اندیشه فردای دورشون دهه رو کرده است. معلوم بینای مکتب در مرکز دهه واقع می باشد. در این گوشه زیبا در این موضع آباد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 24 دهه به نام بابا نصیر واقع است. هم صحبتی من دیرکتوری مکتب اکای بیگ مراد یورمت هستند درباره معلومات درباره مکتب مؤسسه. سلامت باشید. مؤسسه تعلیمی اساسا سال 1987 تشکیل شده در بنای کونه دوره شوروی، بعدا تعمیر یافتگی هم، بعدا بناهای نو پیدا شدند. شکر خدا امسال هر سال ختم کننده هم مؤسسه تعلیمی در مکتب‌های حالی جمهوری ترکستان با موفقیت داخل میشوند. چند نفر عضو تحصیل داره این زمان در مکتب؟ این زمان در مؤسسه تعلیمی 215 خواننده تحصیل دارد. از آن جمله 14 نفر خواننده صنف 11 پور را به مرکزهای ملی. آموزگاران چند نفره؟ آموزگاران 25 نفر. چند نفر زنان؟ زن 17 نفر. معلومات اولی قطعی هم. معلومات اولی قطعی هم. پور را اختصاصمندان میرسند، دست درست رفته شه. خوانندگان از 14 نفر خواننده پور را به مرکز ملی تجدید اجرت‌های خود را سپردند. دهه به نام بابا نصیر دارای مرکز سلامتی می باشد. در مرکز دهه بابا نصیر مرکز سلامتی سال 2020 با اقدام صاحبکاران محلی دهه ساخته شده است. در این مرکز سلامتی به 150 خواجگی دهه خدمت طبی می رسانند. شغل ساکنان این دهه چارواداری، زراعتکاری و باغکاری می باشد. با این طبیعت و اقلیم این موضع مطابقت نموده است. خاک حاصلخیز زمین‌های للمی امکان فراهم آورده است که ساکنان به دهقانی مشغول گردند. کارتوشکا، پیازی کوهی و از حاصل دیگر سبزیجات‌ها با قناعتمندی گپ می‌زنند. در دهه به نام بابا نصیر زمین‌های نزد اولگی قطعه‌های زمین ثمراناب استفاده برده می‌شود. انا این زمینی که شما دیده ایستادید با مهنتی دستی اکای سنت زمین کارکرد شدگی این محصولات دستی اکای سنت میشد. معلومات بدین درباره استفاده مهنتی دستی. ما سال 2010 خانه های ما را سیل بزرگ آمده برد. در دهه گلستان یک 16 کیلومتر در نزد سرحد بین تاجیکستان و افغانستان قرار داشتیم. با امر و سفارش پیشوای معظم ملت با ما خانه های نو استقامتی با تمام اشیاءها حکومت جمهوری تاجیکستان و مردم جمهوری تاجیکستان مهیا نمودند. در اینجا من هر سال از سال 2010 کارتوشکا میکارم. در اینجا زیاده از 40 کیلوگرم هر سال کارتوشکا میکارم که زیاده از 200 کیلوگرم حاصل میگیرد و
тамоми сол барои истифода бурдани мо мерасад. дар хонаи мо мерасонад. Ягон танқисӣ надорем. این زمین‌های للمه هست به آب. бале ин заминҳои лалмӣ ҳастанд, ҳамо беоб ҳам дар ин ҷо азбас ки мусоид аст иқлим, дар ин ҷо ҳосил хеле фаровон мешавад. ба ғайр аз ин ман дар дохили ҳамун ҳавлии истиқоматим боз як 15 дарахт бодом, 5-6 дарахт зардолу, оличабанда, гелос, дигар олу, зардолу дигар дорем. خب من در اینجا هم یک درخت بادام یا زردالو است که همه ساله حاصل خوب می‌دهند. این گلوس در دهه‌ای به نام بابا ناصر محصول مهنتی انا این دهقان اکای سفرعلی میباشد. در دهه‌ای بابا ناصر سنتور شما گپ زنید که غیر از شغل اساسی مردم چهاره‌داری زراعتکاری بود. بله. انا امسال باغکاری روش کرده گیای. درباره رشد باغکاری گپ زنید. در همین دهه. اجازه بده چشیدیم. اجازه بده. خوب سلامت باشد. با غیر از آن که در اینجا ساحه اساسی زراعتکاری و چهاره‌داری میباشد، این چنین باغداری، تاک پروری، زنبوری اصل پروری، خب دیگر نمودهای خواجگی خلق ترقی رشد یافته است. اینجا توت هم میشه؟ بله توت هم تمام نمودهای توت میشد. لالما میشد که از توت آبی خیلی دیده طعم شیرین‌تر، زیباتر است. وقتی که شینی میکنن از لای دیگر محصولات تیار میکنن. خب من با زحمت من همین گونه ابرمردان که دهقانان، باغداران، چهاره‌داران، زنبور پروران و دیگر کارمندان صاحب کارانی که در ساحه خواجگی خلق در ما زحمت میکشند، مردم بازار استعمالی جماعت دهات سرچشمه دائما بای و غنی و ارزانی است. همه این از چی برمیاد؟ از اقدام های حکومت جمهوری تاجیکستان. از جهت اکولوژی تازه. بله، از جهت اکولوژی یگان نمود داروهای زهرخیمیکات در اینجا استفاده نمیشوند. با آن خاطر که اقلیم در اینجا خیلی سرد است و یگان نمود حشرات نشء و نمو کردن نمیتواند و به حاصل ضرر رسانده هم نمیتواند. بنابراین هم در اینجا همه ساحه‌های خواجگی قشلاق، چی زراعتکاری، چی چهاره‌داری، چی باغکاری، چی سبزیجاتی، همش نشء و نمو یافته است. اینجا نفران نیازمند نیستند. بله، در اینجا در جماعت دهات سرچشمه در دهه بابا ناصر. بله، در مخصوصا در دهه بابا ناصر یگان آدمی که احتیاج نیاز داشته باشد نیست. اکثر مردم محصولات های خود را بغیر از اون که در خانه خودشون استفاده میبرند باز به بازار میبرند. در جماعت دهات سرچشمه در یک هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه 2 مرتبه بازار میشود که محصولات از استعمال خودشون زیاد. این بازار منطقوی همه جا میاد. بله، از ناحیه‌های واسع، از شهر کولاب. کار با استراحت خوش میآید. در دهه بابا ناصر سرود هم میخوانند. دیگر در خواب میبینم نخستین استادم را، نخستین دفتری مشق و الفبای سوادم را. دیگر در خواب میبینم سری زانوی مادر را، کناری گرمی مادر را، روی ترهی مادر را، کناری گرمی مادر را، روی ترهی مادر را. خسته نباشد اکای زورخان. آواز شما صدای آواز شیردار اکاردیون هم به دل یک فرحی تازه میبخشد. استاد، شما درباره خودتان یک
معلوماتی دید، یعنی سرایندگی حافظی ارثی است بر شما. ما میدانیم که شما آموزگارید. بله بله، ما بابای الیاس گرگولی سرا بودن، حافظ بودن. باز پدر من معلم جمشید هم حافظ بود. بعد از اون من برآمدم در حافظی. بعد من با فرزندها هم حافظ هستند. خورشید الیاسوف یکی از سرایندگان تلویزیون موسیقی تاجیکستان است. یعنی این شغل است برای شما حافظی؟ بله بله، شغل است برای ما. شغل است. شما معلم هستین؟ بله معلم هستن. ما معلم علوچی معرف خلق جمهوری تاجیکستان، معلم متماتیک فیزیک، معلم کاتگوری عالی. حاضر در نفقه هستم. کدام وقتا می نوازید؟ وقتی که مونده میشین؟ بله 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 بله. ما راست گپ در مغز استخوان ما همین سرود موسیقی موجود است، وجود دارد در ضمیر ما قریب که هر شب میخونیم، هر شب میخونیم. بیا این لحظه باز بخونیم. گفته بودم که شینانم گوشه یک نهالی سبز مثلی توشه کوتاهی کرده است دستی غیرتم و ببینم خیرمنم را خوشه هر قدر بر خود نظارت میکنم اون قدر بر خود خیانت میکنم جوره دیروز یالم رفته گفته بودم که عیادت میکنم اوه از دستی کمی وقتی من اوه از دستی کمی وقتی من دردها گرچه عذابم میدهند باده ها از صبر و بم میدهند جوده ها از او صبر و بم میدهند اون وفایی از جفا رویده همه در قناعت و بطوبم میدهند در قناعت و بطوبم میدهند. سلامت باشین استاد. یک جهان تشکر. و خوب تماشابینان ارجمند، این بود برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از دهه به نام بابا ناصر، دهات سرچشمه، ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین. اندیشه های خود را نسبت این برنامه به ما نویسید. باز کدام دهه کوهستان تاجیکستان را دیدن میخواهید؟ این بود سفری نوبتی ما از این دهه. تا باز دید، سلامت باشید در یگان دهه دیگر.